درنو لیدونکو، د افغانستان بریښنا شرکت وایي اوس د اقتصادي ننګونو له امله د وارداتي بریښنا پیسې پر وخت نشي ورکولی. د یاد شرکت په خبره ازبکستان خبرداری ورکړی که پیسې پر وخت ورنه کړي د بریښنا جریان به بند کړي. په همدې حال کې د افغانستان مالیې وزارت وایي بریښنا شرکت ته د حکومتي ادارو د پورونو پر ورکړه کار روان دی. اوس مهال افغانستان کې د کارودونکي بریښنا نږدې 80 سلنه له ګاونډیو هیوادونو یوازې 60 سلنه په کور دننه تولیدیږي. په همدې تړاو راسره د بحث لپاره ملیمه د بریښنا شرکت معین الیاس صمدی. صمدی صاحب، په سټوډیو کې تاسو ته هرکلی وایم، ستړي مه شئ. تاسو ته هم سلام عرض کوم. له یوې خوا تاسې ویلي چې مثلا موږ پر وخت پیسې نشو ورکولی، او له بلې خوا بیا ازبکستان ګواښ کړی چې که چیرې هغوی ته په وخت د هغوی حق ونه رسیږي نو بالاخره مجبور دي چې بریښنا پر افغانستان پرې کړي. څه فکر کوئ تاسې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته هم زما سلامي او ستاسو لیدلوالو ته هم ستاسو همکارانو ته هم. اصل خبره دا ده چې باید مونږ د دې تحلیل او ارزیابي لپاره لږه ماضي ته رجوع وکړو. نن 2.5 کاله مخکې کله چې غالب صاحب رالو د هیئت عامل چې مونږ ورته وایو د شرکت دوی نوې مقرر شو، نو هغه وخت کې مونږ سره 15 میلیونه په اکاونټ کې وو. 15 میلیونه افغانۍ ډالر یا 15 میلیونه ډالر، یعنی په افغاني او په معادل باندې هم دونه پرته وو. موږ ټول اکاونټونه په افغاني دي د قانون په اساس، خو زه معادل یادوم ولې چې زموږ 80% ټول تادیات هغه ګاونډي هیوادونه 15 میلیونه ډالر تقریبا معادل هم دونه افغاني. هغه وخت کې موږ تادیات درلودو، یعنی قرضه درلودو د ایران نه تقریبا 40 میلیونه، یعنی موږ د حالت په انفلاس کې تلیو هغه وخت کې، یعنی هغه بانکرپسي چې ورته وایي یا انسلوونسي چې ورته وایي، هغه وخت کې موږ بریښنا تلیو. نو هغې نه پس موږ خپل استراتیجي جوړ کړ چې څنګه موږ کولی شو بیرته بریښنا شرکت راپورته کړو. نو هغه استراتیجي کې 15 نقاط ډېر مهمې وې چې موږ خپل ارزیابي وکړو. هغه 15 نقاطو کې نقطه اول کې بود کاهش ضایعات، یعنی بریښنا شرکت در حدود 40% ضایعات داشت. عامل اساسی، یعنی اگر 1 کیلووات مثال میگیم، چون موضوعات تکنیکی است یکم ذره تحلیل و بحثا علمی است، این باید یکم ذره دقت کنیم که اگر ما 1 کیلووات از ازبکستان یا تاجیکستان میخریم، 1 کیلووات ما دوباره فروخته نمیتونیم، یعنی 0.40% از او چی میشه؟ به ضایعات میره. این ضایعات تکنیکی هم است، تجارتی هم است و هر ضایعات برای ما 3 میلیون دلار هزینه داشت. پیش از او که به 4 گزینه دیگه مراجعه کنیم که یکیش شما گفتین میشه، موضوع ضایعات یک ذره اگر واضح‌تر بسازین. ضایعات ما براتون به 2 تقسیم میکنیم. در تمام دنیا ضایعات وجود داره. این ضایعات به نام T&D میگن، Transmission Line Losses و Distribution Losses. در افغانستان متاسفانه که در دیگه دنیا Distribution Losses کمتر است، اما چون ما در یک کشور جنگ زده هستیم، طالبان مناطق را تحت کنترل خود داره، زورمندا هم هست و دوزی هم هست، چنگک هم هست، اینی در دیستریبیوشن لاسز میه. تکنیکال لاسز ما چرا زیاد از ترانسمیشن لاسز که میگن، ما 2 لاین داریم دبل سرکت از پل خمری به طرف کابل میه. هر لاین ظرفیتش 160 مگاوات است، یعنی اگر ما دبل سرکت باز میکنیم ظرفیت اعظمی از او 320 مگاوات است. زمانی که 320 مگاوات ما به ظرفیت 400 سرش وارد میکنیم، ضایعات از حالت نرمال خود 5% بلند میره. بله، چون ظرفیت لاین کم است ما فشار زیاد میندازیم به خاطر که اینجا تقاضا زیاد است. متوجه هستین؟ بله. از دیگه سو ضایعاتی که در لاین‌های فرسوده شهر کابل بود، ضایعاتی که ترانسفورمرها اضافه بار بود، چنگک‌ها بود، زورمندا بود، اینیا همه ضایعاتی که یک جای میکردین 40% میشد. ما اولین استراتژی خود از رمی شروع کردیم که ضایعات یکدم شباشب با جادوگری پایین نمیشه. تا چه حد شما تانستین که این وضعیت را مهار بسازید؟ ما تانستیم در ظرف 2 سال 7% ضایعات کم کنیم. 7% اما ضایعات. هنوز هم در این بخش مشکلات وجود داره. خب بخش مشکلات به خاطر وجود داره که این نیاز به تجهیزات خریداری داره. وقتی که شما تجهیزات میخرین، ترانسفورمر اضافه بار است، شما باید ترانسفورمر را تبدیل کنین. ظرفیت ترانسفورمر از 630 به 800 ببرین، اما اگر ترانسفورمر نخرین خود ضایعات خود کم نمیشه. ضایعات در دنیا همون استراتژیش تعیین میشه، این شباشب کم نمیشه. اما ما تونستیم در ظرف 2 سال گذشته در حدود 7% ضایعات کم کنیم. 7% ضایعات بسیار زیاد است. کسایی که تکنیکی میفهمه با می مشکلاتی که ما داریم
با می مشکلات پولی و هر چیزی که بود این ضایعات کم کنیم. این یک استراتژی بود. یک استراتژی دیگه ای بود که ما مصارفات کنترل کنیم. دیگه استراتژی ما که بود که ما بلا را درست کنیم، به وقت بکنیم. سومش که بود باید ما طلبات جمع کنیم که همه از یارا موفقانه ما تانستیم که آهسته 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 2 سال که تیر شد قبل از کووید 19 که اپریل یا مارچ باشه، ما رسیدیم که هم قرضای خود تحویل کردیم، قرضدارم نبودیم از همسایا. امو که از ایران 40 میلیون ما که اول براتون عرض کردم که از ایران ما 40 میلیون قرضدار بودیم، اقام طول ورکه. بیا مونږ سره په اکاونت کې حدودا 40 میلیون دلار وو. دا اوس مونږه لږه جګ شو، خو متاسفانه کله چې دا کووید 19 رالو نو بیا ټول نظام در هم برهم شو. یعنی له 15 لاړې 40 ته نه 15 هغه وخت چې مونږ درلیدو 40 میلیون د ایران په مونږ باندې وو. اوس هغه 40 بودجه د 40 میلیونه ستاسو خپله بودجه و فعلا دپاره بودجه نه اکاونت کې کاش لیکویډیټي پوزیشن و. لیکویډیټي پوزیشن بل شی ته وایي، یعنی زموږ اکاونت کې تقریبا 15 یعنی تو تکنیکی در محاسبات اقتصادی ما 2 چیز داریم. یکی لیکویدیتی پوزیشن میگن. لیکویدیتی پوزیشن یعنی چقدر دارایی نقدی خودت داری. دارایی نقدی ما 35 میلیون بود، اما در پالوش تادیات ما پیبل چی ورته وایي هغه 40 میلیونه چې تاسو پیبل دا نقدی نه پیبل اخوا کوي نو بیا مونږ 15 میلیونه په ماینس کې وو. هغه وخت کې مونږ 15 میلیونه په ماینس کې وو. بیا د کووید 19 نه مخکې مونږ وتوانېدل شو چې هغه قرضیم ټول ورکو او زمونږ خپل دارایی تر 40 میلیونه پورې ورسیږي. خب متاسفانه که مصرف خرید برق ما ماهانه در حدود 25 میلیون دلار است. 25 میلیون دلار طوری که شما در خبرایتان گفتین که ما 80% برق تولیدی داریم. تولید است. در اقتصاد ما 2 چیز داریم، یکی اکسپنسز میگه یکی ریونیو میگه، یعنی مصارفات و عایدات. ما در بریکیوان قرار داشتیم. بریکیوان همون نقطه تقاطع را میگه، جایی که مصرف و عواید مساوی است. عمیق جمع میکنی، عمیق مصرف میکنی. ما در اینی حالت قرار داشتیم. وقتی که کووید 19 آمد، حال انفلوی کش ما، مردم در خانه قرنطین است، دکان‌های تجارتی همش بسته است، صنعتکارا در حدود 60% مکمل بسته شده. دوایر دولتی در آخر سال پیسه میده. وزارت دفاع و داخله قبلا پیسای خودان پیشکی میدادن. سال 1398 3.1 میلیارد اونام ندادن. این وضعیت قرنطین را شما یادآوری کردین صمدی صاحب، میخوایم بپرسم که وضعیت جاری قرنطین چگونه یک تاثیر بر امور شما گذاشته؟ منفی مثبت؟ یک گپ واضح است که منفی. مامور تشریح کرده رئیستم که وقتی که ما 2 نوع مشترکین داریم، مشترکین ریایشی 90% داریم، اما پیشتر خودتان در سخنانتان گفتین که از یک سو مردم قرنطین است در خانه نشسته و از سوی دیگر مارکت های بزرگ تجارتی هم بسته است. اینو الامور ما تشریح میکنم. در فرمولی که پیش ما موجود است، ارقامی که پیش ما موجود است، سیستم ما که معلومات جنریت میکنه، ما 85% مشترکین رهایشی داریم، همین مردم عام که در خانه زندگی میکنن. 15% مشترکین تجارتی، صنعتی و دوایر دولتی است. 15% مشترکین. اما اینی 15% مشترکین 50% مصارفات داره. اما 85% مشترکین 50% مصارفات داره. اینمی 15% مشترکین تعرفهش بالاست. وی 85% مشترکین تعرفهش پایین است که این خود با هم بیلانس میکنه. حال اینمی مشترکین ما که تعرفهش بالاست و 50% اینا مصرف میکردن که تجارتی، صنعتی و دوایر دولتی است، اینا همش پایین رفته مصارفشون. این لود آمد سر رهایشی. وقتی که لود سر رهایشی آمد، رهایشی هم در خانه قرنطین است، مردم در فکر نان و آب و زیست هستن که حالا ما چطور میتونیم که خود سروایو کنیم، نجات بدیم از این کووید 19. در دیگه حالت میبینیم که فروشگاه همش بسته شده، دکان ها همش بسته شده، حتی ما بلا رسانده نمیتونیم. سابق بلا میبریم در دکان میدادیم، حالا که بلا میبریم در دکان نیست. عواید ما که شد در حدود گرافی که پیش ما موجود است که همه پیشتر ما این گراف گرفتم، 60% مردم رهایشی پول خود ندادن در گذشته یک ماه. 60%. دکان‌های تجارتی 64% پول خود نداده. وزارت دفاع و داخله 100% پول خود نداده. دوایر دولتی 97% پول خود نداره.
پس ما از کجا کنیم پول که به چی بدیم به ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان؟ علت در چی است آقای صمدی؟ چرا 60% از هموطنان ما پول خود را ندادن و در ضمن یکی از موضوعات زورمندان که بعداً به اون اشاره میکنیم، علت در چی است؟ این مشکلات چرا تا حال حل نشده؟ بعضی هاش بخش بیشترش از سابق وجود مانده. تا حال مبارزه هم شما کردین، مطبوعات هم همیش در این مورد یعنی خبرهای مختلفی داشته در این عرصه، ولی پرسش این است که علت چی است که تا حال این مشکل پابرجا مانده و یعنی حل نشده؟ نه، این مشکل سابق بود 10% 5%. 5% ما به این مشکل روبرو بودیم. 95% عواید خودانو ما جمع آوری میکردیم. یعنی حالا بیشتر شده. در کووید 19 که شده حال امی 5% به 60% مبدل شده. اما علتایش شما از ما که بهتر میفهمین. امی کنزیومر بیهیویر که میگه این تغییر کرده. مردم در این چرت است که من در خانه هستم، اگه یک چند رو به پولم دارم او رو برم آرد و بوره و روغن بخرم. دکانای تجارتی همیش بسته است. حالا شما صافی لندمارک ببینین، گلبار سنتر ببین، همه از اینا بسته است. بلا رخ به اینا داده نمیتونن، دکانا بسته شده. وزارت دفاع و داخله اونا میگن که سابق سیستیکا پول ما را میداد، آل سیستیکا پول ما را نمیده. وزارت مالیه میگه که ما در آخر سال وقتی که بودجه ما میبینیم که کدام ادارات مصرف نکرده، هر چقدر پول باقی بود ما خودت میتم. این همه چیزا بجایش درست، ولی اینی 25 میلیونه که ارما ما جمع میکردم و با اونا تادیه میکردم، اینی آل در خطر قرار گرفته. اما شما آگاهی دارین آقای صمدی، در جریان هستین؟ وزیر صحت تامه امروز در کنفرانس خود حتی هشدار داد، گفت که این وضعیت با گذشت روز افزون یعنی افزایش پیدا میکنه و یعنی خطر ویروس کرونا در افغانستان یعنی روز به روز بیشتر شده میره. ما میبینیم که واقعات مثبت ما یعنی روز به روز خصوصا در کابل بیشتر شده میره. یعنی ممکن که این وضعیت دوام پیدا بکنه و حتی به ماها برسه. اگر وضعیت چنین باشه و ادامه پیدا بکنه و چیزی را که شما پیشتر گفتین، پس انتظار است چی بره؟ واقعا شهروندان کابل خصوصا در مجموع از کل افغانستان انتظار از این را داشته باشن که گویا برق قطع میشه دیگه؟ سعی کنین، آل خو یک شرکت دولتی است. در تمام دنیا در حالتهای امرجنسی دولت ها مداخله میکنه. هغوی مداخله کوي، هغوی کینی استراتژی جوړي چې دا زموږ خپل شرکت دی، یو یوټیلیټي کمپنی دی، دا باید موږ څنګه نجات ورکو. یوازې برق د هغه ضرورت نه دی د کورنو د شفاخانو ضرورت دی. شته لکه نو تاسو چې اشاره وکړه اوس مونږه باید په نظر کې ونیول شي. اوس مونږ یو ریپورت بانک جهانی ته ورکړی. دا ریپورت مفصل یو ریپورت دی، په انګلیسي کې لیکل شوی دی او دا ریپورت هم تللی دی ریاست جمهوری ته، هم وزارت مالیه ته. هغې کې مونږ شپږ اووه نوه طرحې مونږ پیشنهاد کړی. اول طرح دا دی چې وزارت دفاع و داخله زمونږ 3.1 میلیارد افغاني ورکي، نو هغه مونږ کولی شو 2 میاشت لپاره سروایو کو، ځان ته نجات ورکو. وزارت مالیه باید کال آخر کې مونږ ته پیسې ورکوي. دا اوس کال آخر ته نشي تللی، ولې چې دا حالت ډېر امرجنسي دی. دا اوس مونږ ته اوس نه شروع کړي دا پیسې انتقال کړي، دا د دوایرو دولتي چې مصرفوي. دا هم یو ګزینه دی. بل ګزینه دا دی چې ورلډ بانک یا ای ډي بي یا یو اس اید مونږ ته طویل المدت قرضه ورکړي د یو کال لپاره یا 2 کالو لپاره بغیر د تکتانه، چې مونږ ځان سروایو کو. اوس خو مونږ پیش بیني کوو 2 میاشتو لپاره. دونه مونږ ناامید نه یو، کیدای شي چې ان شاء الله الله سره رحم وکړي او دا 2 میاشتو کې ختم شي. زموږ پیش بیني د 2 میاشتو لپاره دی چې چېرې دا ادامه پیدا کوي، نو هر میاشت کې مونږ 15 میلیون ډالر ته ضرورت لرو. یا خو بانکونه مونږ ته قرض ورکړي، د افغانستان بانک. هغه له خوا نه تاسو ته کوم شین څراغ ښودل شوی په دې برخه کې؟ متاسفانه دا بحثونه روان دي، خو تر اوسه پورې مونږ ته دغسې مثبت ځواب نه دی ملاو شوی. که چیرې احیانا دا وضعیت دغسې دوام پیدا کړي، ستاسې هغه احتمالي تدابیر په دې برخه کې څه دي؟ ممکن تاسې اوس ویلي چې مثلا تاسې داسې فکر کړی و چې ګواکې 2 میاشتې په دا وضعیت دوام کوي او تاسې 2 میاشتو دپاره خپل هدف ورته ټاکلی و. نو که چیرې دغه وضعیت لکه څنګه چې مخکې تاسو ویلي خدای دې نه کړي دغه وضعیت دې دغسې کنټرول شي، خصوصا د مبارکې میاشت کې د روژې په مبارکه میاشت. خو که چیرې احیانا دا دوام پیدا کوي، ستاسې احتمالي تدابیر تر لاس لاندې څه دي؟ څه فکر کوئ تاسې به څه باید وکړي چې څو دا رڼایي له دې هیواده لاړه نه شي؟ یعنی خلک په تیارو کې کښېنني. هغه 20% واردات چې موږ لرو هغه به زر کم ځای ته تاسې ورسوئ؟
یک مذاق هم بکنیم که زیاد بحث جدی نشه. صاحب در جنگ انسان میره نه زخمی شوه نه شهید شوه، جور و سلامت و غازی بیایه، این ممکن نیست. باید ملت تر هم بشینه و تدابیر خود ما باید با دولت بشینیم، با دونرها بشینیم و یک استراتژی. اگر ما این تداوم میتیم، چون خب ما خو اواید جمع‌آوری کرده نمیتونیم، زیرا این تو یک مشکلات دکان‌ها همیش بسته است. اما ما چندین از طریق تلویزیون شما و طلو و آریانا از ملت همی تقاضا را کردیم که شرکت خودتان است، شرکت خود در این حالت اساس سقوط نتین، همین بلای برق که میای امیر لطفاً تیز جمع کنین تا ما بتوانیم که پول امسایه را با وقتش بتیم و برق قطع نشه. یک دوم، با امسایه ما تماس گرفتیم. ما یک اصطلاح داریم در کانترکت منیجمنت، مدیریت قراردادها، دو میگن فورس میجور، حالت اضطراری یا غیر مترقبه که میه. ما هم با همسایه تماس گرفتیم که حالت غیر مترقبه است، ما کوشش میکنیم که پیسه شما را رایی کنیم. اگر نتونستیم پروا نمیکنه، ما 50% پیسه شما را رایی میکنیم، پول شما را رایی میکنیم، اما شما برق ادامه بدین. هر وقت حالت درست شد باز ما آیسته آیسته پولای متباقیتان هم رایی میکنیم. این گزینه دوم است. گزینه سوم همی است که تا وقتی که این ادامه پیدا کرده میره، اگر خدا نخواسته ای از 2 ماه پیشتر رفت، ما ضرورت داریم میبینیم که چقدر از مردم ما جمع‌آوری کرده میتونیم، چقدر دیگه باز ما ضرورت داریم از بانک جهانی، در افغانستان بانک یا دولت کمک میخوایم که برای منیس قرضه برای ما پول بده که ما میره تداوم بدیم. اگر این حالت هم نشد، باز ما مجبور هستیم برق کم بخریم. شاید مکمل برق ما قطع نکنیم، اما پرچوی ها را زیاد کنیم، عوض 300 مگاوات 3.5 مگاوات ما 1.5 یا 100 مگاوات بخریم. قراردادها را کلش در حالت توقف قرار دادیم که هیچ قرارداد نشه، زیرا که پول ما به اون طرف جمع آوری باید کنیم، چون قراردادها بعدا هم میشه. قراردادها با حالت توقف است و همچنان ما کوشش کردیم که حتی کاست کاتینگ به حد پایین آوردیم که تخصیص ولایت ها را در حفظ مراقبت ما 50% کردیم. له ازبکستان هیواد سره لکه څنګه چې مالی وزارت هم ویلي چې موږ د ازبکستان په ګډون له یو شمېر هیوادونو سره مثلا خبرې روانې کړي او په گفتگو حالت کې څو دغه ستونزه حل شي. تر کومه بریده امیدواري چې دا ستونزه به حل کیږي او تاسې هغوی ته قناعت ورکولی شئ چې مثلا موږ یو نیټه به ورته ټاکئ چې مثلا په دغه وخت کې ستاسې هغه حق در رسیږي، خو څو هغوی د دغه ګواښ نه خپل لاس په سر شي. یعنې داسې کومه امیدواري شته؟ سبا مونږ ویسی کانفرانس لرو د ازبکستان سره، وزیر صاحب مالیام پغی کیده او موین صاحب اقتصاد، وزارت اقتصاد هغوی پغه کې ګډون لري. ADB یعنی بانک انکشاف آسیایی یا ایشین ډیولپمنٹ بانک هغوی نمایندان په دې کې ناست دي. مونږ امیدواري لرو ان شاء الله، ولې د قرارداد له مخې چې مونږ وغږیږو ازبکستان نشي کولی شي آنن و فانن برق قطع کړي. اما هغوی ډېر په زغرده ویلي چې که چیرې تاسو فکر کوم خبر واورېده که نه؟ هغه لیټر ما اورېدلی، خو دلته نیوز کې لږه دا ګرمایي. اصلا د مطبوعات یک قاعده است، یک کم مرچ مساله زده او را پیش میکنن. نه خیر صمدی صاحب، موضوع را ما میخوایم رد بکنم. ما هیچ وقت از رسالت و از چی وظیفه که داریم موضوع ما براتون میگم، یعنی ما نظر شخصی خود را داده نمیتونیم، ولی چیزی که اونا گفتن دقیق است همین موضوع. نه ما براتون میگم، اون لیتر ما ولی اگری که شما مثلا رد میکنی و موضوع را میگین که لیتر ما انگلیسیش براتون میگم. اصلا یک بحث تکنیکی که می باشه، مطبوعات رو از نقطه نظر مطبوعاتی میبینن. یعنی شما این موضوع را رد میکنین؟ د افغانستان بریښنا شرکت وایي اوس د اقتصادي ننګونو له امله د وارداتي بریښنا پیسې پر وخت نشو ورکولی. د شرکت په خبره او موضوع خو درست است، درست است. ازبکستان خبر د یاد شرکت په خبره ازبکستان خبرداری ورکړی چې که پیسې په وخت ورنکړي د بریښنا جریان به غوڅ کړي، پرې کړي. چی معنا داره؟ این داخلش کسی غلط است. اونا گفتن اما انگلیسیشان که هستک، اگر کنم کاپی انگلیسیش ضرورت بود ما براتون رای میکنم، شما هم دوباره نشر کنید. یعنی موضوع هشدار اصلا در هشدار است، هشدار است، اما چگونه هشدار است؟ اونا گفتن که اگر پیسه ما به وقت نرسه ما مطابق قرارداد عمل میکنیم. حال در قرارداد 4 ماده است. ماده اول، اگر پیسه به وقت نبه ما شما رو جریمه میکنیم. جریمه میکنیم. اگر یعنی جریمه ادامه پیدا کرد 2-3 ماه، متوجه سی، باز ما و شما میشینیم سر مشکلات بحث میکنیم. اگر باز عمل نشد ما قطع میکنیم. یعنی ما 3 استپ داریم. اما باز هم موضوع قطع شدن خود در ذکر شده آنن نی، مثل که قبلا ما گفتم که آنن او قطع کرده نمیتونه.
شما اگر متوجه شده باشین من پیشتر گفتم که ازبکستان آنن قطع کرده نمیتونه، قطع میتونه اما بعد از اون شرایط قرارداد. چی مقدار برق ما از ازبکستان وارد کردیم به افغانستان؟ سعی کنین از ازبکستان، دقیقاً از ازبکستان تنها میخوایم از ازبکستان او یک اسکیجول خاص خود داره. در زمستان ماهانه مقدارش بگوین صمدی سن. گفتم او یک اسکیجول داره. در زمستان تا 4.5 مگاوات از ازبکستان خریداری میشه که از این 4.5 مگاوات ولایاتی که در مسیر است مزار است. چقدر وقت؟ در زمستان. در زمستان یعنی تقریبا 3 ماه 3.5 ماه متر. 3 ماه 3.5 ماه. یعنی به خاطر 3.5 ماه دقیقاً چقدر مقدار را شما اشاره کردین؟ 400 4 همین مقدار برق را چقدر ما نیاز داریم فعلا؟ نه یعنی چقدر ضرورت دیده میشه برایش اگر احتمالاً قطع شود؟ سعی کنین ضرورت خو است. بیشتر ضرورت داریم. ضرورت خو اگر پارکای صنعتی و تجارتی و رهایشی تمام ولایت کابل و ولایت‌هایی که در مسیر قرار داده محاسبه کنیم 1000 مگاوات ما ضرورت داریم. 1000 مگاوات که این لاین جدید 500 که جور میشه انشالله او مشکل حل میکنه که او برق با ترکمنستان میآید. او برق از ترکمنستان میآید. نیاز به 4.5 خواست اما ما گفتم که یکم ذره امی قرارداد را ما یک تشریح کنم براتون که وضاحت داده شود. ما برای کابل از 2 جای برق میخریم. تنها به کابل. تنها به کابل. تاجیکستان و ازبکستان. در تابستان تاجیکستان برق میخریم زیرا اونا منابع آبی دارن. بله. هایدرولیک دارن. هایدرو پاور دارن. و در زمستان چون هایدروی از ضعیف میشه مثل که آب در بندا نمی باشه باز ما از ازبکستان میخریم. از ازبکستان میخریم. وقتی که ما از ازبکستان در زمستان میخریم باز 100-1.5 مگاوات از تاجیکستان هم میخریم در زمستان. کردوش یک جای میکنی در حدود 5-5.5-600 مگاوات میشه. به می شکل وقتی که ما در تابستان از تاجیکستان میخریم 100-1.5 مگاوات از ازبکستان هم میخریم که میکس میشه. اینا وقتی که از مسیر مزار حرکت میکنه و به کابل میه در دم راه ازی چندین ولایات قرار داره. مثلا ولایت بلخ است، ولایت سمنگان است، ولایت بغلان است، ولایت پروان است، بازی میرسه به کابل. در کابل عمدتاً در دیسپیچینگ NLCC که ما میگیم ما در حدود 250 مگاوات میگیریم از ازبکستان. متبقی 150 مگاواتش در راه مصرف میشه. یعنی مزار میگیره 120 مگاوات، اما تو 10 مگاوات سمنگان میگیره، تقریبا در حدود 20 یا 30-40 مگاوات پروان میگیره. بعد از اون میای به کابل و در کابل تقریبا ما جذب میکنیم 250 مگاوات. ضرورت ما زیاد داریم، دیماند زیاد است، سپلای کم است زیرا تکنیکال ما لیمیتیشن داریم، محدودیت هست. همین لاین ما نمیتونه از 400 زیاد بلنده وارد کرده. لاین جدید 500 که جور میشه بازو تا 2000 مگاوات ظرفیت داره. قبلا شما را از وزارتخانه ها متهم به بودن که گویا یا پول صرفی برقشان را نمیپردازن. یعنی قبلا این گزارش ها وجود داشت و شما هم شوکی بودین در این مورد. این مشکل فعلا تا کدام حد حل شده؟ نه ما در مورد نپرداختن ادارات دولتی شاکی نبودیم. ما مطمئن بودیم که ادارات دولتی نمیپردازه. در آخر سال که میشه وزارت مالیه میپردازه از ادارات دولتی را. چون اینا واحد بودجوی است و واحد بودجوی خود از اینا پول نقد ندارن که بپردازن. نه در آخر سال که میشد وزارت مالیه تمام مصارفات که مسئولیت مالیشان را وزارت مالیه داره. وزارت مالیه مربوطه. باز وزارت مالیه در آخر سال امی پولا را بر ما انتقال میکرد. حالا در کووید 19 ما تا آخر سال صبر کرده نمیتونیم. بله. مدل سابق که بود ما یک ریزرو داشتم 4 میلیارد دواید دولتی نمیداد ما از ریزرو خود مصرف کرده میرفتم. آخر سال که پول میامد پس ریزرو مرا پر میکرد. حالا اگر این ریزرو ما مصرف کنم خوی خود از ظرف 2 ماه خلاص میشه. 2 ماه بعد باز چی کنیم؟ یعنی چاره 2 ماه بعدش چی است؟ از این خاطر من ریزرو خودم میگم که من ریزرو خودم دست زده نمیتونم، زیرا این آخری لیمیت خط سرخ است. اگر ریزرو من یک دفعه صفر شوه باز من دست دهان میشم. مردم باید همه پول جمع کنم با ازبکستان بتم. حالا یکان دفعه اگر مردم نمیته 10%، اما من خود ریزرو دارم، از ریزرو خود پول میگیرم دیگه. ازبکستان اما که من براتون گفتم آنن قطع کرده نمیتونه برقه. آنان قطع کرده نظر به قرارداد اونا جریمه وضع میکنه. حالا ما از دین و رسوته را تحلیل داریم که اگر از بانک‌های اما پرداخت جریمهش هم یک بوج است. یعنی
خب نظر بر ضرورت آنقدر بوج نیست. اگر ما ببینیم حالت فعلی را ببینیم کووید 19 در کل دنیا یک رکود اقتصادی قرار گرفته. خود در این رکود اقتصادی ما کشورهایی که یعنی ما مستثنا نیستیم، ما خب بیخی ضعیف هستیم صاحب. این مانند امو است که میگه 60 ساله را زیاد افکت میکنه، 70 ساله را کووید 19. افغانستان از نقطه نظر اقتصادی از 85 سالان بالاست. ما خو اقتصاد ملی ما آنقدر قوی نیست مانند دنیای دیگه. اگر اونا افکت میشه ما 100% افکت میشیم. یک ریپورت از هندوستان برآمده. هندوستان واره یک کشوری که در جهان دومین نفوس بزرگ داره و ششمین هفتمین اقتصاد دنیاست. اونا تاتا کمپانی یوتیلیتی کمپانیشان گرافای خود رسم کرده. اونا نشان دادن که بیخی حالت ما از نقطه نظر اقتصادی بیخی خراب شده با کووید 19. اینا وقتی که وا خراب میشه امکان نداره که ما خراب نشیم. مثل که کووید 19 آمده، یک کس مریض شده ولی احتمال از این میره خدا نخواسته سبب موت خودتان بگیره. این حمله خو هر جایی میشه، ولی از این تلاطم چه قسم برآمدن است. ما استراتژی خدا سنجش کردیم انشالله که اگرمو گپا با دولت، امی سخنای ما با دولت خوب پیش بره، با دونرها خوب پیش بره، مردم همکاری کنه. مهمترین گپ همکاری مردم است. اگر مردم همکاری نکنه، اوراموس میگه تراش به تیشه خود جاده خیش، برای دیگران رفتن حرام است. اگر مردم با ما همکاری نکنه، مشخصا شما چی گونه همکاری مردم را تقاضا میکنید؟ اینمی بلایی که آل نو اینا چاپ شده دوره ششم، اینا تقسیمات شده رئیس نی، همین را تحویل کنن. یعنی زمانی که از طرف شما به خانه های از وا میرسه اونا را باید عاجل تحویل کنن. اینی یک راه نجات است که ما از خود نجات میافیم ان شاء الله. یعنی 60% ارقام بسیار کلان است. و وزارت داخله و دفاع 100%، دوایر دولتی 97%. اینا اگر یک چیز دوایر دولتی کمک کنه، یک چیز وزارت دفاع و داخله از پولایی که مصرف کرده در سال 1398 شه، ما 99 هم نخواستیم هنوز، از 1398 برای ما بده، یک چیز مردم با ما کمک کنه. ان شاء الله یک چیز ما رزرو داریم که ان شاء الله برق نبانیم. بازم پیشتر به موضوع پیشتر میرم، اما کم متفاوت‌تر. قبلا هم از شمار از زورمندان شما شاکی بودین که گویا یعنی برق به زور گرفته میشه، یا مثلا بعضی ها هستن که گویا پول صرفی برق را یا نمیتن، یعنی زورگویی گفته میشه. شما خصوصا در این اواخر چقدر تانستین که با این مشکل یعنی مبارزه صورت بگیره؟ بسیار زیاد. بار اول است یعنی فعلا این مشکل وجود نداره؟ الحمدلله فعلا نیست، ولی هست. ما مکمل هم نیست نمیگیم و مکمل هست هم نمیگیم، اما ذهنیت یکم ذره تغییر داده. از قبل کم شده، بسیار کم شده. زیرا همین لستایی را که ما در مطبوعات شریک ساختیم، لستا را با خود همین اشخاص بزرگ ما شریک ساختیم. ما زورمند اصلا اون را نمیگیم، زورمند کسی نیست، بخاطر یک غفلت پرداخت است، یک غفلت میکنن. اگر بزرگ مردای ما هستن، اما شماری او کسایی که مثلا برق مصرف میکنن پول صرفی برق را نمیتن و میگن که من نمیتونم، او نوع اشخاص را شما چی نام میگذارین؟ یعنی زورمند گفته نمیشه؟ رئیس ببخشین اسم خودت سادات، ادریس سادات صاحب تا حال کس را من ندیدیم که گفتم من نمیتونم. یعنی قبل از این گزارش هایی که وجود داشت اصلا بی بنیاد است؟ نه میگه که من نمیتونم، میگه میتونم اما با وقتش نه. خب امی موضوع بیشتر با شوخی تانم برمیگردم. شما یک شوخی کردین. اگر شخصی مثلا میگه که من میتونم و بازو میگه که من نمیتونم، چی معنی داره؟ یعنی اصلا تفکیک چی است؟ تفکیک اینطور است اگر شما سر یک کس قرض دارین و میرین او رو میگی بیادرم این قرض من بیت بگم بچه‌ش، خودت آیا او رو به محکمه میکشانی؟ نمیکشانی. وقتی که میبینی که خودت میگه اون بچه‌ش میتم، باز میری رجوع میکنی باز نمیته، باز میری رجوع میکنی باز نمیته. صحیح است؟ ولی اصلا نمیگه که نمیتم. اما اصلا نمیگه ولی نیتش همون چیزی است. اما نیت همون چیز است. دقیقاً اینا میپذیرن. اما ایرمی مردم اکثرش داد. مال نام نمیگه. با امید از که با امید از یک چالش بسیار بزرگ است. از این خاطر بسیار پیچیدیم سر از این موضوع، چون یعنی در مقابل امور خودتان، یعنی در مقابل مبارزه با بی‌برقی یک چالش بسیار بزرگ است که باید حل شه و با امید از که در مجموع کلا حل شه این موضوع. یک موضوع دیگه که همیش باش روبرو هستیم، موضوع جنگ و یعنی زد و خورد مخالفین مسلح دولت با نیروهای امنیتی خصوصا در سمت شمال.
بشمول بغلان که همیش ما شاید ازی بودیم که گویم برق وارداتی سر ما قطع شده، یعنی به شبها ششتیم که تا پس دوباره برق وصل گرده یا ملاینایی که مثلا یا پایه هایی که زده میشه سوی مخالفین مسلح. در این قسمت یعنی مشکل تا کدام حد حل شده، کدام استراتژی به ای شما ساختین به خاطر مبارزه، در ضمن با حکومت شما شریک ساختین تا چی حدی مشکل را اونا با شما حل ساخته و در ضمن به خاطر جلوگیری از این مشکل شما چی برنامه‌ای را روی دست دارین آقای صمدی؟ تشکر که می سوالم کردین. من خب پیشتر گفتم که ما در یک میدان جنگ قرار داریم. این دنیا شرکت برقش مانند بریشنا نیست. شما دنیا را یک دفعه اگر مطالعه کنیم در دنیا چند پای برق تخریب میشه در یک سال. مردم خودش حفاظت میکنه از پای برق خدا، زیرا اونا میگن که یک اساسی ملی ماست. متوجه شدید؟ اما در افغانستان صاحب در یک سال به نظر شما اگر من یک سوال اما تو برتانم تو تحلیلی بندازم، چند دفعه شما فکر کنید پای برق ما منهدم شده باشه؟ به نظرتان چند دفعه منهدم شده باشه در یک سال؟ در حدود 4 بار یا کم و بیش حداقل. در تمام افغانستان 900 چند بار صاحب. این شما پایای چی نمیگید؟ منظورتان از بغلان برق؟ تنها بغلان نگفتم، من در کل افغانستان گفتم. 900 چند مرتبه پای برق ما انهدام شده. یعنی این مصرف هم داره، مصرف اقتصادی هم داره. سر بریشنا اینی یک فشارام است. در دیگه دنیا پای برق انهدام نمیشه، اما از ما در جنگ میشه. مردم خودش میسن مماتی مو کسی که بود تو خونه طالب بود ده سالن اون خونه طالب بود، تو یک شهروند عادی بود. اینی ذهنیت تا که تغییر نکنه نمیشه. اما تو که شما فرمودید که استراتژی چی؟ خب این حالت خواستک. حالا ما چی باید کرد؟ ما باید چی کرد؟ ما با علمای ولایت ها نشست‌هایی داشتیم، شورای علما با شورای ولایتی نشست‌هایی داشتیم، مردم دخیل کردیم، مردم فهماندیم که این پای برق امی امانت است در سرزمین شما، امی امانت است در ولایت شما، خودتان از این محافظت کنین که الحمدلله تا امیال موفقانه پیش رفتیم. در سال 1399 و 98 بهترتر شده. حال مردم خودش محافظت میکنه از پای برق خود و همچنان ما با دولتی را شریک ساختیم. هر مشکل امنیتی که میایم ما مکلف هستیم به شورای امنیتی را راپور بدیم، به امنیت ملی راپور بدیم، به همین دو مرجع ما راپور میدیم و الحمدلله اونا به خیلی اقدامات خوب کردن، در بسیار جایا امنیت پایا را گرفتن، در بسیار جایا با ما همکار بودن، به می شکل مردم همکار بوده، علما همکار بوده، شورای ولایتی همکار بوده، مقام ولایت همکار بوده. ما اگر همه ما دست به دست نشیم این مشکل حل شده نمیتونه، که فعلا الحمدلله از این مشکل یک کم ذره خاطر ما جمع است، یک کم. بله دقیقاً. یو پوښتنه غواړم دغلته مطرح کړم د وروستي ځل لپاره هم د یوې دوه اونیو کې چې کله مثلا بریښنا پرې شوله، هغه هم فکر کوم د بغلان په سیمه کې وه چې د تاسې خوا داسې رپورټونه خپاره شول چې ګواکې دا هم د جګړې له امله یو مزی پرې شوی. اما دقیقاً په همدې ورځ باندې بیا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې یوه اعلامیه ورکړه چې موږ ته بلنه ورکړې دوی ته چې راشئ امنیت د موږ تامینوو، خو راشئ د مزه بیرته وتړئ. هغوی ویل چې کومه خبره چې دوی کړې هغه موږ ردوو، اصلا دلته کومه جګړه نه ده شوې، خو هغه پایه چې له پخوا جوړه شوې وه کومه ستنه هغه یعنې په اساسي ډول رغول شوې نه وه، هغه بیرته ولیدلې ده. نو دا موضوع موږ ردوو، دوی ته موږ بلنه ورکړې چې راشئ پخپله بیرته هغه کوي. د علت اصلي علت په څه شي کې و؟ اصلي ستونزه هلته دوه موضوعګانې وي، یو د لاینو یو د پایهو. لاین بل چیرته و، پایه بل چیرته و. کوم یو پایه چې و هلته ډېر یو سخت طوفان هم راغلی و، د هغه طوفان له وجه هغه پایه ځان کږه کړی و چې هغه نور ور باندې فشار راتلو نو هغه بالکل منهدم کېدل. همدغه پایه مخکې له دم کوم وار تخریب شوې وه؟ دقیقاً همدغه پایه دقیقاً دا نشم ویلی. دا اوس معلومات زه باید د ریاست عملیاتی نه پوښتنه وکړم چې دا پایه. تاسو مرستیال یاستئ، باید دا معلومات ولرئ. نه خو مرستیالان خپل یو حدود هم لري که نه، زمونږ یو بل مرستیال هم لرو. تاسو لار ټیم نه باید خپل هغه ولرئ، گزارش واخلئ. از این خاطر وزارت صحت عامه، وزارت دفاع را جواب گفته نمیتونه، وزارت دفاع، وزارت زراعت را جواب گفته نمیتونه که اگر دقیق اما این ماموریت خارج از شرکت شما نیست. نه
اینا خارج از افغانستان نیست. ساختارهای دولتی، ساختارهای داخل شرکت و یعنی دقیقاً سوال اینجا پیدا میشه. همین پایه شما گفتید. بله دقیقاً میخواستم همین سوال از شما داشته باشم که چرا این به صورت اساسی جور نشده بود که گویا یک طوفانی را پس دوباره. مشکل گپی است که این تاورا خیلی کلان است ولی اینا خیلی دبل است، بسیار دبل است. آلی این امی پایه را شما مشخص سوال کردین. از او خاطر من مشخص نخواستم که براتون دروغ بگویم. من میدونستم بگیم صاحب معلومات دارم امی است. نه ضرور نیست که آدم یک چیزی که معلومات نداشته باشه بگه. شما گفتین مشخص امی پایه تخریب شده بود، من گفتم مشخصا گفتن نمیتونم، زیرا در بغلان بسیار پایه تخریب شده، در حدود 50 پایه در بغلان تخریب شده، اما امی پایه مشخصا بوده یا نبوده. ممکن است که باشه، ممکن است که امو پایه را که ما ساخته بودیم چندین بار استخدام شده امو دوباره خود کچ کرده باشه. یا امکاناتش هست یا امکاناتش میره که از اثر طوفان نبوده باشه. این کدام راکت هم خورده باشه، این که از چی نوع راکت خورده، در کجا خورده، زیرا امو انگلارنایی که بود او انگلارنا چیرام شده بوده، یعنی تنها کج نشده بود، انگلارنا چیره شده که نشان از این میته که کدام مشکل اساسی روبرو بوده. یکی این مسئله بود، یکی مسئله لین بود. حالا خب هیچ کس نمیگه که ما ایره از بین بردیم، هیچ کس خب نمیگه که ما ایره زدیم، چون این یک مشکل باز ملی میخیزه که تو سر ملت چطور برق قطع میکنی. اگر تو طالب هم هستی، اگر حکومت افغانستان هم هستی، تو باید به می ملت جواب گستی دیگه. امکان از این میره که منهدم شده باشه از اثر جنگ. و 2 روز در اوج کارمندای ما بود. خب اینقدر زیاد کوردینیشن هم قوی نیست. طالبای صحوی که بود اونا اجازه کار نداده بودن، اونا گفته بودن که، اما در مجموع هیئت رهبریشون گفتن که ما از شما دعوت کرده بودیم، شما بیاین میتونین از ما یک یعنی شما را رد میکنین که اصلا چیزی وجود نداره. هوایی بود همین لحظه خدا نخواسته اگر یک لاین تخریب شوه ان شاء الله در ظرف 7 ساعت اگر در بغلان باشه یا کدی موترای خودان میرسن. این تیمای لاینای هوایی ما در پروان آمد، در بغلان آمد، در مزار آمد، در کابل آمد. چندین گروپ حرکت میکنه تا اوج برسه. طالبا که گفته بودن که ما نگفتیم، تیمای صحویش به ما گفته بود که هنوز به ما اجازه نرسیده، اجازه کار نرسیده. بعدن وقتی که طالبا اعلان کردن که ما اینا را دعوت کردیم که بیاین سهار امی ترمیمات خودان ادامه بدن، باز خود امو طالبا نمایندهش در بغلان با کارمندای ما گفته که شما بیاین که بعد از اون ما در ظرف 2 روز تانستیم دوباره پایه را بلند کنیم. فرصت ما کم است، میخوایم یک موضوع را که بسیار زیاد مهم است از بحث ما نمانه. شما از هموطنان ما شاکی هستند که گویا قبلا همین مشکل وجود داشت. شما از کارمندان شرکت بریشنا در بعضی از نقاط مختلف شهر کابل خصوصا می رفتن و در مقابل حل یک مشکل اینا تقاضای پول میکردن و یا مثلا مسئله فساد براتون بگم. شما تا چه حد تانستین که در مقابل فساد مبارزه تان یعنی کامیاب بوده و چه دستاوردی در این صورت شما در این بخش؟ صدیقی صاحب، سادات صاحب ما فساد به 2 نوع چی میکنیم به معرفی میگیریم. یکی کرپشن میگنش، فساد منظم و رهبری شده. یکی فساد غیر منظم است. یکی ایرگولاریتیز، بی قاعدگی ها در دنیای وجود داره. اصلا قاعده نداره. اصلا قاعده نداره. به طور مثال لاین خودت قطع شده، خودت میگی بیا لاین مرا بسته کو، امو کارمند به خودت میگه من در دیگه جای مصروف هستم ساعت 2 بجه میام. خودت چی میگی بیا یک 500 میتم یاله بیا. او از خاطر 500 میای، وقتی که خودت 500 دادی باز بعدن شکایت میکنی والا کارمند بریشنا پیسه گرفت. نه این بی قاعدگی. اما گاگایی هم شده که مثلا ما زنگ زدیم گفتیم به خودتون که شما مهربانی کنین بیاین این مشکل به وجود آمده ای را حل بکنین، اما دقیقا شما گفتین که در مقابل این قبول اگر میشه و اگر نه فردا میشه که باز بیایم. اینی کسایی را باز ما میگیم که این مشکلات وجود داره صمدی صاحب. بسیار فیصدی کم، زیرا ما 144 قبلا بسیار زیاد وجود داره. قبلا زیاد 144 وجود داریم صاحب. بله. فیسبوک غالب صاحب است. دروازه ما باز از همیشه. ما دروازه خود هیچ وقت گارد نشاندیم که یک نفر عادیام میاد پیش ما میاد صاحب در یخچال از جیب خود یک رد بول مدبول هم میخرم، رد بول هم من بگو بیادر مشکل تا بگو مشکل تا. اگر ای گفت که فلانه نفر از پیش ما پول تلویسته اون نفر باقی نمیماند در بریشنا. دمی چند روز پیش ما یک نفر منفک کردم، یقین کنین بسیار کلان کسا واسطه شد، گفتم نمیکنم. این نفر بود کارمند جنسی یکی از
بخشای ما وقتی که تجهیزات می برد در ساعت از مردم 2000 روپیه میگرفت. همین خبر برای ما رسید، تفتیش سر شاندیم، تو چرا 2000 میگرفتی؟ گفت ما میگرفتیم. گفتم منفق. گفتن کمی را منفق نکن، خیره اشتباه کرده. گفتم نه، این فاسد شده، فاسد قبول نمیکنیم صاحب. ما 20 سال است که در نظام کار میکنم، 12 سال است ما رئیس بودم، تحصیلاتم هم از هند است هم از لندن است صاحب. ما تا حال خانه ندارم، محترم نخریدیم و ان شاء الله ترس هم ندارم. حتما در فساد دست نداشتید؟ حتما. خب خدا رحم کرده، رحم کرده. اگر من انسان بسیار ضعیف هستم، شما یک دفعه بر ما شما میگم ملت تقاضای ما می است، یعنی هم وطنای ما میشنا لطفا نمی کس از پیشتان پیسه میطلبه، یک دفعه بریشنا رو خبر کنیم. بله دقیقاً میخوایم اینجا یک سوالی داشته باشم. به خاطر ای که شما ارتباط مستقیم با هموطنان عزیز داشته باشین، اتو کدام آدرسی را ایجاد کردین تا بتونین که شما مستقیما با اونا در تماس باشین و به خاطر آگاه شدن بیشتر شما که به اسری وقت شما آگاه شوین و به مشکل رسیدگی بتونین کرده؟ اتو کدام سهولت ایجاد شده تا حال، یعنی پول ارتباطی بین شما و هموطنان ما 3 روش به کار گرفتیم. 144 داریم کاستمر سرویس، عاجل یک شما شکایتتان ثبت کرده میتونید. نمرات ریاست تفتیش ما هست، تفتیش داخلی ما، عاجل یک به تماشا. و ما چی داریم؟ واتساپ اکانت ها داریم، عاجل یک شما دوجه ریپورت کرده میتونین، اما که نوشته کرده میتونین فلانه نفرتان پول خواسته. ولی تقاضای ما ای است، تقاضای ما ای است که یکان دفعه ما اضافه رویان میکنیم. اگر یک برقی گفته که ما سبا میایم، موضوع رو میگین که ای فساد کرد و اینجا ما تفتیش میشانیم، نفر هم میطلبیم من ثبوت بیار، میگه ثبوت خو نیست. میگه من میخواستم، میگه او رو نمیفهم که میخواسته یا نخواسته، در پشت تلفن یک کس گپ زد. این نوانه فقط شما دقیقاً به تفتیش داخلی ما 144 و از طریق واتساپ گروپ ها شما فقط شکایتتون درج کنین و ببینین اگر در ظرف 2 ساعت 3 ساعت اجرات نشد، نمره تلفن ما پیشکلگی است، نمره تلفن به غالب سه پیشکلگی است، فقط زنگ بزنین بگو سبینی کار نشد. په دې هیله چې دغه ستونزې په مجموع کې حل شي او انشاءالله. یعنی موږ او تاسې وکړی شو چې حداقل ستونزې به وي، ستونزې په هره برخه کې شته، خو په داسې یو کچه چې مثلا تراسې هم ترېنه یعنی په پوزه راغلي وي است، هغه یو عامه اصطلاح ده او هیوادوال هم ترې تر ډېره په تنګ وي. در مجموع میخوایم سخنان آخری شما را داشته باشیم چون وقت کم است، میخوایم برنامه را جمع بندی کنیم و سخنان آخری شما را میخوایم. فقط من یک پیام به هموطنان عزیز خود دارم که شرکت بریشنا شرکت من نیست. من در شاید عامل هستم، شرکت دولت نیست، این شرکت خود از ایناست. اگر خود از اینا بخواین شرکت خود قوی بسازن، قوی ساخته میتونن، جلوگیری از دوزی، یک کسی می لین ما را پودری یا لین ما را صاحب دوزی میکنه یکان دفعه، عجب یک حالت است نی. به خدا خود خانه والا میتره دستک میزنه. اگر خودت بخوای شرکتت بلند کرده میتونی تا هم سرفراز میباشی ما، و اگر خودت بخوای شرکتت تباه کنی باز خو و عذاب الهی را من جلوش گرفتم. در حالی که شما چندین بار شما هشدار هم دادین که بازی با برق بازی با مرگ است. یک کلیپ شرین براتون نشان میدم، یک نفر از خاطر یک کفتر در سر لین 220 بلند میشه، از موجه میگیرش پایین میندازه خاکستر. اینی منطقه شما ببینید. خیر امی هموطنان عزیز ما با ما همکار شوه، ما با ایشان همکار هستیم. دروازه ما همیشه باز است، دروازه غالب صاحب همیشه باز است. غالب صاحب از 1 تا 2 اما کسا را میپذیره. من صبح 8 بجه تا دیگر، ببخشید 8 بجه نه که دروغگویی نشم، از 9 بجه صاحب تا 4 بجه دیگر هر کس در دفتر ما بیایم من میپذیرم. کسشان خیانت کرده باشه، پیسه تلبیسته باشه، کارشان نکرده باشه، صاحب ما در خدمت. اگر اون نفر در چوکی خود دوباره شیست، ما در چوکی خود دوباره نمیشینم. معین شرکت بریشنا الیاس صمدی، جهان سپاس که وقت گذاشتین و تشریف آوردین به استودیو. و درنو لیدونکو له تاسې هم یوه نړۍ مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره مله واست. تر بیا مو په خدای سپارم ښې چارې.